ارزهای دیجیتال، سهام، طلا میترقه. سلام بچه‌ها، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. ایتریوم انقریب ETH جدید خواهد زد و اگر تو امروز سرمایه گذاری نکنیم بالای ایتریوم و آلت کوینایی که من برات در این ویدیو معرفی میکنم تا چند وقت پیشی پشیمون خود شدی، چون نظر به تحلیل ایتریوم و نظر به اوضاع بازار پیش بینی میکنم که قیمت‌های بلند و بلندتر را خواهد دید. اما قسمت در ویدیوی قبلی برای شما گفتم که اگر ایتریوم به شکل یک کندل این گل بسته بکنه، بتونه که کندل بالاتر از کندل بعد قبلیش بسته شده باشه، بعدش میتونه که روند سعودی دیگری هم پیش روی خود داشته باشه. ایتریوم روندش سعودی است. گپ معاملاتی خود اینجا بسته کرده، فقط یک گپ معاملاتی که مرا میترسونه قیمت‌های 2900 و 2800 دلار آمریکایی است که حالا نمیفهمم چی وقت پر میشه و هیچ تضمینی هم وجود نداره که اینجا 100% شاید پر خواهد شد. ولی تا این فرم هفته‌وار کدام گپ معاملاتی دیگه نمیبینیم با جز اینجایی که وجود داشت که اینجا هم پر شده و منتظر از هستیم قیمت بلند و بلندتر را ایتریوم ببینه. خب حالا چی میشه زمانی که ایتریوم قیمت بلند و بلندتر را ببینه؟ آلت کوین سیزن میاد، یعنی که آلت کوین ها رشد میکنه، کسایی که بالای آلت کوین ها سرمایه گذاری کرده و این الگو و این روند را که فعلا ایتریوم داره به نظر من میتونه که امتداد داشته باشه و قیمت های بلندتر را ببینه. تا این فرم روزانه اگر به لگای حرکتی ببینیم، یک لگ حرکتی، دو لگ حرکتی. حالا لگ حرکتی دومی انتخاب میکنیم که جدیدتر است. حالا ببینیم که رشد ایتریوم تا کجا خواهد بود. قیمت ایتریوم تا چند روز پیش رو نظر به تحلیل تکنیکال کلاسیکی که من اینجا برای شما گفته رسم 5200 دلار آمریکایی خواهد شد. یعنی به این معنی است که ایتریوم 5200 میشه و از جایی که فعلی است تا اینجا 13% سود دیگه ما میتونیم که از ایتریوم بگیریم. خودم چند روز میشه که اینجا ایتریوم خرید رسونده قیمتای 4200 4400 یا اینجا هم که ما فروشنده بودم و دوباره باز خرید رسوندم. من مطمئن هستم که البته از نظر شخصی من مطمئن هستم که قیمتش بلندتر و بلندتر میره و از خود مزاتر خرید رسوندم. اون قسمی که میبینین سهام کوین بیس همچنان رشد داره و گپ معاملاتی خود بسته کرده. گپای پایین اینجا اگر دوباره بازار به سمت پایین بیا بدون شک که ایتریوم هم خود پایین آورد، ولی در غیر صورت اگر یک روند سعودی باشه و ادامه دار و امتداد پیدا بکنه، ایتریوم هم بلندتر دیگه خود رفت. سولانا رو ببینیم، روند سعودی است. در ویدیو قبلی برای شما اینجا گفته بودم که سولانا به موقع خوب خرید است. تا این فرم هفته‌وار اگر ببینیم روند سعودی است و به نظر من میخواد که ETH جدیدتر برای خود ثبت برسونم با قیمت بالاتر از 300 دلار آمریکایی را هر سولانا ببینه. طلا که ETH داره روز به روز قیمتش بلند و بلندتر شده است و بعید نمیبینیم که ارزهای دیجیتال هم بالا بره. توتال تری رو ببینین ETH زده و میخواد که ETH دوباره بزنه و فعلا توتال تری به معنای ازی است که بدون از ایتریوم و بیت کوین دیگه همه ارزها رشد کرده است، همچنان روندش سعودی است. ایتریوم یوزی داخل بازار بایننس اگر ببینیم روندش سعودی است و ما احتمال میتونه که در چند روز پیشو شاید اینجا یک چند وقت ما بوده باشیم یا که مشکل نداره اگر باشیم در چند روز پیشو هفته ها شاید اینجا باشیم، ولی قطعا امکان از این میره که قیمت به بالا بره و اینجا کسایی که شورت گرفتن هم مکمل لیکوید بکنه و قیمت های بلندتر همون 5200 که من به شما گفتم برای بازار باز دوباره ببینم. مثلا یک لگ حرکتی، دو لگ حرکتی، سه لگ، اینیم چهارم می باشه. البته که سوم باید خلاص شه، ولی چهارم هم امکان زیاد میره که قیمت ببینه، به خاطر که نرخ بهره داخل آمریکا کمه. وقتی نرخ بهره داخل آمریکا کمه به این مناسبت که پول زیاد وارد بازار میشه و مردم و سرمایه گذارا میخوان که سهام بخرن، میخوان کریپتو بخرن تا اینکه ارزش پول خود از دست ندن. بیت کوین در بازار آمریکا ETH تقریبا نزدیک به ETH خود است. ETH قبلیش اینجا است، قیمت قیمت چند 1,25,100 است و ETH خود از زده قیمت 1,25,300 یا 400 دیده و میخواد که دیگه هم بالاتر بره و این کندل که اینجا شکل گرفته به این مناسبت که روند حداقل ادامه دارد. مثل لگ حرکتی قبلی که اینجا بود میتونه که به این شکل ادامه داشته باشه و قیمت های 1,33,000 در چند روز پیش روی ببینیم که از اینجا تا به اینجا میتونه که رشد 6-7% رو برای ما نشان بده. توتال مارکت کپ کریپتو ETH زده و روندش سعودی است، سقف و کف بلندتر زده است و اینجا هم رسیده به 2.23 تریلیون. فعلا ببخشید اینجا 4.23 و فعلا هم 4.18 تریلیون دلار است که نشان میده که پول بیشتر داخل کریپتو آماده است. دلار DXY ببینیم روندش میخواد که سعودی بشه ولی در اصل روند نزولی است و اگر هم سعودی شود تا قیمت های 99.29 بیاید پس دوباره میتونه روندش نزولی شه و هر زمانی که روند از این نزولی شه و ما این منطقه را دست بدیم رو پایین بیم، یعنی ارزش دلار بیاد پایین، بعد شما میبینید که ایتریوم های 5200 نه که تا 56,000 دلاری و 70,000 دلاری خودین، در صورتی که ارزش دلار بیاد پایینتر و کف قبلی خود که در سال 2021 ساخته بود و سال 2021 یا تون از چه قسم آلت کوین سیزن بود به این شکل اینجا بیاید، میتونیم که ما امیدوار باشیم که روند بازار از این نزولی میشه و از اینجا تا به اینجا تقریبا چند 8% ارزش خود دست میده و 8% اگر دلار ارزش خود از دست بده به این مناسبت که ارزهای دیجیتال، سهام، طلا میترقه.
ببینید نزدق که فعلا ETH داره پشت ETH های جدید آماده است. M2SL پول زیادتر چاپ کرده است. M2SL یا 22.2 تریلیون دلار تا بالا چاپ کردن. نشان میده که 0.36% رشد نشان میده که 79.6 میلیارد دلار تا بالا دیگه چاپ کردن جدیدن. S&P 500 ETH زده. مایکروستراتژی روان سعودی است، میتونه قیمت‌های بلندتر رو ببینه. انویدیا ETH زده و اینم قیمت یورو با USD است. یورو با USD البته یورو اگر هر قدر ارزش بلندتر بره به این معنی است که ارزش دلار پایین خواهد آمد و هر قدر ارزش دلار پایین بره به نفع بازار مالی است. و دامینانس بیت کوین هم 59 است. 59% پولا پیش بیت کوین و 60% پیش بیت کوین است و روندش هفته‌وار اگر ببینیم چون اینجا یک سعودی داشت تقریبا 3% و به نظر شخصی هم میتونه قیمت‌های پوینتری ببینه. اول این جایی که میتونه قیمت‌ها بیایه و واکنش آمده قیمت‌های 54% است. اگر 54% بیایه دامینانس بیت کوین میتونه که یک سعودی ایتریوم مثلا 6-7% ببینیم اون که 13% که 5200 میشد میتونه که بالاتر از 5000 دانه ایتریوم ببینیم چون پول از داخل ایتریوم میره و این BTC ایتریوم ببینیم روندش نزولی است و قیمت از اینجا به اینجا پایین اومده است و اینجا ما منتظر هستیم که دیگه هم پوینت به قیمت‌های مثلا 17.58 ببینه. این چارت نشان دهنده ازی است که سرمایه‌گذارا بیت کوین رو تبدیل میکنن به ایتریوم و چقدر اینا تمایل دارن به این کار. و این رئیس جمهور السالوادور است که نشان میده 475 میلیون unrealized profit که نشان میده 475 میلیون دلار سود کشور شده که به خاطر بالای بیت کوین سرمایه‌گذاری. ای کاش کشورهای ما هم بالای بیت کوین سرمایه‌گذاری میکرد و امروز قدر پول برای خود میساختن ولی بدبختانه در کشور ما حرام دونسته شده و این حرام است. من نفهم چرا ولی حرام است. و گفتم میشه که دو بار دیگه هم البته بجز از این خبر من خبرهای دیگه هم دیده رایستم و میگن که دو بار دیگه اینترست ریت پایین میاد. وقتی اینترست ریت پایین بیاد شاید همون لحظه قیمت بالا نره ولی مطمئن باشین که قیمت در ماه پیش رو در هفته‌های پیش روش بلند میبره. پس من نمیترسم با میرم بالای بازار زیادتر سرمایه گذاری میکنم چون قیمتش میتونه که بلندتر بره. و قیمت BNB هم که ایتیج زد و قیمت 1200 دلار آمریکایی را دید. فعلا بیت کوین بعد از سلور یا نقره هفتمین شرکت بزرگ دنیاست یا هفتمین اسست دنیاست که بالای سرمایه گذاری داشت. 2.43 تریلیون دلار است و بالای نقره 2.700 تریلیون دلار است که به نظر من جایگاه ششم از سلور میگیره و قیمت‌های بلندتر هم بیت کوین خواهد در چند وقت پیش روی. مایکل سیلر که شما میفهمید رئیس مایکروستراتژی است یا سی اوش است برای مستر بیست گفته که بای بیت کوین مستر بیست. اگر شما میخواین ترید بکنید و بالای از اینا سرمایه گذاری بکنید داخل افغانستان هستین شما میتونید از صرافی بایننس استفاده کنید. لینک کلیک میکنید و 30% هم تخفیف بر شما برای تریدایتون میده. یعنی کمیشن کمتر میگیره. داخل افغانستان براتون این بهترین است. اگر شما داخل اروپا هستین اسپات باز هم بهترین است. اگر شما داخل آمریکا هستین کوین بیس میتونید که ثبت نام بکنید. لینک صرافی کوین بیس اینجا هست. اگر شما داخل اروپا هستین و میخواین که فیوچرز بازی بکنین صرافی KCX برای شما معرفی میکنیم اینجا هست که شما با این صرافی میتونین که برین فیوچرز ترید بکنین و این مشکل هم نداره و فیس هم کمتر از همه صرافی های دیگه میگیره. و اگر در افغانستان هستین بایننس پیشنهاد میکنم. اگر در خارج از افغانستان هستین و میخواین که فیوچرز بازی بکنین صرافی KCX که بدون اعراض هویت هست شما تا 30 دانه بیت کوین میتونین ترید بکنین و خروجی بتونین از داخل صرافی بدون اعراض هویت. فقط کافی است که اینجا بیاین کلیک بکنین و برین ثبت نام بکنین. حالا ارزایی که من برای شما پیشنهاد میکنم که بخرین کدام ارزا هست. اگر که شما بسیار زیاد ریسکی کار میکنین و فکر بکنین که مثلا پول خود از راه پیدا کنین و میخواین که به هر رقم شده ریسکی بازی بکنین میتونین که از استراتژی لیمیت اوردر استفاده بکنین و اینجا بیاین در ویدیو قبلی برای شما مشوره دادن در تحلیل‌های قبلی میتونین که برین ببینینش مثلا 50% 20% 30% از ارز به نام تنا یا THE است. ارز تنا است که شما میتونین از این بگیرین و فقط کاری که شما میکنین نیست که بیاین این داخل صرافی‌ای که برای شما معرفی کردیم بیاین و مثل لیمیت خرید فروش بکنین. اگر نمیفهمین چه قسمی است ویدیو قبلی که من در مورد تحلیل گذاشتم در مورد صرافی هم برین ببینید. یا هم ارز LA است مثل ازی شما میتونید بسیار خوب قشنگ فایده‌تون بگیرین 70% 80% 100% و این بستگی به شما داره. شما میتونید که داخل ازی برین سرمایه گذاری بکنین و زود ترید بکنین و لیمیت بگذارین که بفروشه برای شما. و اگر یک پولایتون زیاد است و میخواین که جای سیفتر سرمایه گذاری بکنین البته که BNB که ایتیج زده و خیلی هم بلند رفته و به نظر من از BNB که برای فعلا اگر من برای شما بگم بهتر است که بالای چی سرمایه گذاری کنیم بالای ایتریوم سرمایه گذاری بکنین. ایتریوم اون قسم مثل BNB رشد نکرده. حالا فرض بکنین که BNB چقدر رشد کرده از اینجا مثلا فرض بکنین لگ حرکتی قبلی از کف قبلی که ما حساب بگیریم تا اینجا 140% رشد کرده. یعنی که امکان زیاد میره که ایتریوم همچنان 140% رشد بکنه. مثلا از اینجا تا به اینجا 200% رشد کرده. لگ حرکتی قبلیش مثلا که اینجا بود یعنی ما آخرین لگ حرکتی از رو گرفتم از BNB
140 یا 100% تا بگی قیمت 7700 دلار آمریکایی میشه و به نظر شخصی من که میتونه شوه و اگر پولتون زیادتر است و نمیخواین ریسک کمتر بکنین بالای ایتریوم لطفاً بیارین. اگر ایم که میخواین که بسیار زیاد سیف کار بکنین و نمیخواین که ریسک زیاد بکنین بالای بیت کوین به این سرمایه گذاری بکنین، این من برادرانه برای شما میگم اگر که میترسین از بازار، اگر که پولتون زیاد است، اگر که هر مشکل دارین و نمیخواین ریسک زیاد بکنین بالای بیت کوین و ایتریوم سرمایه گذاری بکنین، اگر ایم که میخواین که ریسکتون بلندتر باشه و آلت کوین های را بخرین که قیمت های بلندتر را میتونه ببینه، همچنین ال ای می باشه یا مثل اپتوس می باشه. من روانش اینجا میتونم براتون بگم که تغییر روان خودم میتونه قیمت بلندتر را ببینه اپتوس، یا مثلا مثل ادا بالایش سرمایه گذاری بکنین که ارزایی است که مارکت کپ بلندتر داره اگر میخواین ریسکی کار بکنین. اگر نمیخواین ریسک بکنین بیت کوین، ایتریوم، بی ان بی تمام. اگر میخواین کمتر ریسک بکنین ادا بخرین، اپتوس بخرین، بی ان بی بخرین، این بهتر است. اگر میخواین که زیاد ریسک بکنین اپتوس بخرین بین و ای ان ای بخرین، اینی که با شما ما چند وقت پیش هم براتون ویدیو مونده بودم، و همچون اواکس بخرین. اواکس هم یکی از بهترین ارزهای است که به نظر من میتونه که زیادتر رشد بکنه در بازار پیشرویی که داریم. یعنی به این شکل سرمایه گذاری بکنیم. من مثل یک برادر کوچک برای شما میگم خدا کنه که انجامش بده و خدا کنه که همیشه وقت موفق باشید. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزان.